برایم بهترین مردی پدرجان. بسد مهرم بو پروردی پدرجان، مرا با مهنت و نانی حلالت کلان کردی پدرجان. السلام علیکم بیننده های عزیز، سلام میرسانیم به هر شمایان. من امروز برای تبریک کردن پدر عزیز امینکه که امروز جشن زادروز دارند، از مسافرت، از نام دامادشان، از نام فرزندشان، از نام شهرزادکه و از نام دختر نازنینشان که در شهر امریکا هستند، از نام آنها تبریک میکنیم. آن لحظه های خرسندی را همراه شمایان به هم میبینیم. با ما باشد، بزم ما آغاز شده. سلامی که دلم را با نور پیوستی، سلامی که زندگی از تجلل زیباست، سلامی که سکوتت سکوتی کوكب هاست، سلامی که نواید نوایی باران هاست. السلام علیکم. پیش از همه پدران عزیز، مادران مهربان، مهمانان خانواده امینمک، گلسره خاله، به هر یک شما به امروز زادروز پدرجان عزیز خوش آمدید. قدم های مبارک شما عزیزان را بالای دیده میدانیم. چقدر که امروز پدر عزیز خاندان، پدر خاکسار و مرد خیرد امروز زادروز دارند. اگر دستمان خالی باشد، اگر یک تا برایشان قرصکی بلند زنیم یا ما با تکلیف میکنیم. مرحمت. امینمک، گلسره خاله شما رو به صحنه تکلیف میکنیم. مرحمت. السلام علیکم. زادروز مبارک. امروز این بایرام را، امروز این روز خرسندی را برای شمایان مبارک باد میگویم. امینمک چی گفته فکر میکنیم؟ انام کی آمده که باشیم ما؟ انام فرزندان. البته از نام فرزندان، از نام دامادتان که در مسافرت هستند، شهرزادکه، از نام دخترتان که همراهی شهرزادکه در شهر امریکا هستند، از نام زیباییتی میخواهیم شمایان را تبریک بگوییم. گفتم که چندین مراتب زیباییتی تاکید کردن. پدر مادر من بسیار هم انسان‌های خاکسار، صمیمی، انسان‌های بسیار هم مهنت و مهمان دوست. از آن کس خاکساری را در حیات فقط با راه راست زندگی کردن را یاد گرفتم. فخر میکنم که فرزندین خیل مادر، فرزندین خیل پدر هستم. آنها با مهنت های حلالشان، با نان و نمک حلالشان ما را به پایان رساندند. تا دنیا باشد ما از هیچ کس کمی را ندیدیم. فقط مهنت میکردند، زحمت میکشیدند و ما را به پایان میرساندند. تا دنیا باشد حضور و حلاوت ما را بینند. من در جشن زادروزشان از این بعد فقط در خدمتشان ما باشیم. هیچ وقت هلاک نشوند و ابیره هایشان در آینده در اطرافشان پروانه باشد. برای پدر عزیزم رسانید که چشمه هایی از محبت نورشرار دارد پدر، سینه ای مانند آتش شعله‌ور دارد پدر. با نگاهش پی برد از حالت فرزند خود، از همه راز نهان دل خبر دارد پدر. در وجودش ذره نامردمی موجود نیست، جز جوانمردی کجا فکری دیگر دارد پدر. بحر اقبال و سعادت در نبرد زندگی، از سر جان عزیز خود گذر دارد پدر. در بنای خاندان بر شهرستون مانند همه روزگاری هستی ما را بسر دارد پدر. بر کمال فطرتی او سر برون آرد علی، در نهادش عالم فضل و هنر دارد پدر. پدر خیرتمندم، پدر مهربان و عزیز من، زادروزتان مبارک. امروز روز خرسندیتان مبارک. امروز از من دیده خواهرم، دادرم از من دیده خوشبخت‌تر هستند میگویند. زیباییتی که اگر امکان میبود همه روز پدرم آغوش میکردم و آن دمهای خوردی به خاطرم میمد. آن کلبه خاندانمان در آنجا که جشن زادروزی پدرم چقدر جشن میگرفتیم. در سر یک دسترخوان هم ما جمع میشدیم و جشن زادروزی پدرم همراهی خویش و نزدیکان جشن میگرفتیم. آن روزهای خاطره های کودکی هم به خاطرم آمد. پدرم برساند که دوست میداریم پدرم. همیشه همراهی مادرم عمری دراز نصیب کند و هیچ وقت خستگی را نبیند. زادروزشان مبارک. امروز برای شما در روی دنیا از همه کتابی قیمت بهاترین که با نام کتابی قرآن کریم است، مرحمت شلایتی پیشکش میکنیم برای پدرجان عزیز. مبارک باشد. مرحمت.
برای پدر و مادرم عکسای زیبا را یک پورترت کلان تیار کنید که همین پشت خاندان پر از دورم با ایستاد و هر بار همین فوتوصورت بینن اگر برای ما دعا کنند که در مسافرت میگردیم راههایمان بی خطر شود گفتن لایق کم میکشیم شدم یاردم میدیم مرحمت مرحمت مبارک باشد بار دیگر مبارکات بریم و البته امروز در روز زادروزی پدرم گنجینه به بهاترین تحفه پروردگار عالم ملکه خاندانی ما امروز صالحه بانو زادروز دارند صالحه بانوی اما جانش تبریک کنه بگذار کلان شود مانند مادرم یک زنی عاقله پربردار شود یک دخترک نازنین شود و از پیشش فقط فخر کرده گردد در آینده ورد شود نیت کردم خدا خواهد یک ورد کلان شود و فخر انمی آهلی که ما باشد طفل گریانم کلان شو افتخار صد جهان شو وقتی بیدارم تو بودی گنج بیدارم تو بودی در جهانی نامداران نامبردارم تو بودی گفتن اما جانشان بهری صالحه بانوی امروزه زادروزشان مبارک باشد البته برای امروزه صاحب جشن ها شیرینی تیار کرده آوردیم تارتای زیبا را همراهی امین امک گلسرا خاله و البته صالحه بانو یک جای میبریم آن را تناول میکنیم بعد از آن سخنهای تبریکاتی را میشنویم مرحمت Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. زادروز مبارک اگه سبس خوب بکنید مبارک باشد Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. زادروز مبارک مرحبا تارت صالحه بانو رو بالای تارت ما میکنن و همراهی لایق تکه و البته مادر صالحه بانو یک جای آنا جان و بابا جانشان رو تکلیف میکنیم Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. اما ما نیت کردن شیرینی رو میبریم از آن تناول میکنیم مرحبا مبارک باشد
بار دیگر سادروز را مبارکباد میگوییم. امینمک مهمانانی عزیز در سمرقند قندمند یک مراسم زیباست. نیت کردن علم خیلی طفلکان نازنین رو در یک سالگیشان در کاکلان نازنینشان قیچی میزنند که عمرشان دراز باشد. گفته کلان سالان و پیران با باشد همراهی امروزه بابا جان ها. امینمک تلمان بابا ارگشت بابا یک جایه امروزه این دخترک نازنین را کاکلانش را قیچی میزنیم. بعد از آن امروزه بزم زیبا را دوام میکنیم. مرحمت حتی تارت چیت بگیریم بود. مرحبا بابا جانشان ارگشت بابا برای امروزه نبیره گوشوارهای طلا حلقچه های طلا آورده نبره طلا شان بر مبارک باشد. مرحبا مرا در اینجا کتاب های کلان البته کتاب قرآنی کریم را همه اش را تیار کردن. تلمولمت آغاز کرده تید خودتان. مرحمت صالح بانوران از دیگتر بیارید مرکزی دورا بند. مبارک باشه. مرحمت امین بابا. مرحمت ارگشت بابا زادروزی نبیره چرا مبارک باد میگویم. مرحمت امینمک. مرحمت مبارک باشد. کاشکی دانم دوای چشمم تو شده درد و دوای چشمم یادی بینم رهایش کم تو بودی سرد و گرمای جان. البته مهمانان عزیز در روز خرسندی سخنهای تبریکاتی را شنیدن. بحری ما ارزنده و زیبنده است. روی صحنه معلمای عزیز علیمه ما را تکلیف میکنیم. مرحمت معلمه. میخواستیم در روز خرسندی در روز خوشبختی سخنهای تبریکاتی را شنویم. مرحمت مرحمت السلام علیکم مهمانان عزیز، پدر و مادران مهربان. من امروز سببگاری جمع شدن ما دادر عزیزم امین جان و نبیره‌شان روز تولد دارند. آنها را با این روز تولدشان تبریک میگویم و اینها صحت و سلامتی عمری بردوام. الها هیچ وقت درد و غم را نبینند، هیچ وقت بیماری را نبینند، همه وقت صحت و سالم گردند. خیلی که میگن من زیبا جان هم دیروز با زیبا جان حرف زدم گپ زده بودیم، گفت که ینگملا از نام من هم پدرم را تبریک کنه. من هم باز گفت یک دو شعرها خواند که از نام من یا از نام پدرم به من همینجور که همین وقت نشد ما خیلی باز امین تبریک میکنم. ساق سلامت باشه. هیچ نعمت بهتر از فرزند نیست، هیچ نعمت بهتر از فرزند نیست، جز به جان فرزند را پیوند نیست. حاصل از فرزند گردد نام من، زنده از فرزند ماند نام من. همین خیلی این به حق زیبای شما که زیبا از راه دور به من همین را فرمودن. همه وقت صحت سالم باشه، سری فرزندکاتون با کلین کتی خوشه پیر شده پیری به دولت شده. رحمت. رحمت. معلم عزیز حاضر گفتید که شعر خوانید. امروز برای فرزندان میرسانیم که دایما شکر خدا کن تا اگر داری پدر.
خاک پایش توتیا کن تو اگر داری پدر، بهره گیر از هر سخنهای فرنگانگیز او، زیر پایش سجده ها کن تو اگر داری پدر. بگذار پدر مادر که هستند هیچ کدام فرزند در دو غم را نمی‌بیند، همیشه در کدام جانب دنیا که باشند صحت سلامت باشند. امروز سلام گرمشان را، تبریکات بهترینشان را بهر پدر رساندیم. حاضر سخنهای گلچهره خاله را میشنویم. مرحبا. السلام علیکم دوستان عزیز، اجازت فرمایید از این فرصت استفاده برده که جانم جان جگرم تبریک کرده و این عمر دراز، رزق فراز، عمر دراز و کارهای حاضره آیندهش موفقیت ها می طلبم و نوارچشم ساق سلامت کلان شود، سر بدوریه یاردمچی پدر و مادر شود، هم ماشون خوشه پیر شوند، راهی دور به رفتگی ها ساق رفتن سلامت بیان، پولی افتگی هاشون فقط چیزای نغز با توی تماشا برود، سر اکام احسن شود، درد و غم نبینن، خوشه پیر شوند، چی نیت داره نیتش برسه. هزار رحمت میگویم، مبارک باشد. الهسا باشد مهمانانی عزیز تبریک بکنم می بیو کنی؟ بابا جان زبر داره. ای رحمت. مهمانانی عزیز، برای شمایان یک سری بسیار هم زیبا را که برای سلامتی انسان فایدهش هست آشکار میکنیم. رقص کردن در این خیلی هوای گرمه شرایطی، رقص کردن برای سلامتی انسان فایدهش بوده است و ضررش نبوده است. آن طعام های خوردهمان حل میشده است و هضم میشده است. باز ما سرود های شوخ و رقصی همراه خود آوردیم، البته همراه صاحب جشن ها، همراه امروزه پدر مادر مهربان، زن بانوان، همراه مهمان ها یک جای میرقصیم، خرسندی میکنیم، دور آرام میشویم. امروز بزم ها را دوام میکنیم. مرحمت سرود های شوخ برای شمایان، رقص و بازی خرسندی کنید. بار دیگر خوش آمدن میگیم.
سر کنه پدر رو سر کنه شب و سهر کنه نمی دنیا رو از سر بدر کنه نمی دنیا رو از سر بدر کنه روز و شبی یک رنگ باشد روز و شبی بشکنی ما شیشه ایران با شود زیبا روز و شبی تا بیشی زیبا روز و شبی پدر رو سر کنه شب و سهر کنه نمی دنیا رو از سر بدر کنه نمی دنیا رو رحمت کلام زیبا زیبا جان شهرزاد جان رحمت کلام ما هم کم کردیم خدا زیاد کنه شما اونا ما اونا چقدر حرمت کرده فرزنداتون هم تو حرمت عزت بینه نازیه شهریار انیسه جان شما هم بیم رحمت یخلا کده جاتون با حسین بیم رحمت این جدات خورسند نقشید برای ما هم رحمت کلام حسین بیم شما هم بیم همه گدای باشه تا رفته سلامت بیه یادتون بم رحمتی کلام
من بیننده های عزیز، این بودن یک لحظه خورسندی. پدر مادر مهربان، خاکسارترین انسان های صمیمی را امروز تبریک کردیم. آن لحظه های خورسندی را همراهی شما عزیزان با هم دیدیم. مانند هر روز و هر وقت با شبکه شهنان ماند که شبکه شهنان برنامه خردککی تبریکاتی این خیلی بزم‌های زیبا را، این خیلی سورپرایزها را، تبریکات، سلامی گرم شمایان را بهر پدر مادران عزیزتان میرسانیم. البته همیشه و همه وقت خود را احتیاط کنید. صحت سلامتی پیش از همه دور و گوهر است. رحمت میگویم برای مهمانداری. صحت سلامت باشید. باز در این خیلی بزم‌های زیبایتان اشتراک کنیم. رحمت. جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روز فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. شادند از آن که روز فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. دل شادیم از غم همه آزادیم، مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم. تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم، تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. خوشبختی زمان باشه، ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه. در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه، در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه. امروز که روزی جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شدن از آن که روزی فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروز شما. شادند از آن که روزی فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک.